فرمون هست که اون سلیقه‌ای است البته، اما در هر صورت این فرمان به نسبت این زین باید یه مقداری بیاد بالاتر. خب یه وسیله‌ای هست که توی اون ویدیو آموزشی قطعات گفتم به نام کرپی، که در حقیقت این کرپی متصل میشه به دو شاخ و قسمت دیگهش متصل میشه به فرمان. الان شما اگر دقت کنید این کرپی رو بذارم اینجا و اینجا وصل بکنیم، فرمان میبینید که حدود شاید 10-12 سانتی 15 سانتی بیاد بالاتر. بنابراین اون خم شدگی که روی خود این چرخ کوهستان هست در حقیقت دیگه نخواهیم داشت و خب صافتر میشه. این فرمان پروانه‌ای هست که خب یکی از دلایلی که این خیلی سلیقه‌ای هست، ممکنه بعضی با این راحت نباشن. یکی از دلایلی که اینو استفاده میکنن اینه که به نسبت این فرمان بیشتر جا داره و چیزهای مختلفی بیشتری میشه نصب کرد، مثل آینه، مثل کیلومتر شمار، حالا کیف جلو و در حقیقت قمقم آب میذارن روی این و چیزهای مختلف. ولی معمولا بهتره که حالا یه تست بکنید با چرخ کسی دیگه اگر دوست داشتین، چون یه مقدار سلیقه‌ای هست و الزامی نیست. اما اگر از همین فرمون صاف استفاده میکنید حتما بهتره این گریپ رو که یه قطعه لاستیکی هستش که روی در حقیقت فرمون میاد، این گریپ رو تعویض میکنیم و یک در حقیقت گریپ های هست به نام کله گاوی اصطلاحاً میگن که این یه مقدار میاد بالا و دست روش راحته و باز میتونیم دستمون رو بالاتر بگیریم، یه مقدار زاویه تنمون صافتر میشه.